وقتی که پنداشتی در ذهن انسان جای گرفت، از میان برداشتنش تقریبا غیر ممکنه. پنداری که کاملا شکل گرفته باشه و درک شده باشه سر جاش میمونه. یه جایی این بالا تا یکی مثل شما بیاد و بدزده. بله، در رویا توان دفاع آگاهانه ی انسان افت میکنه و امکان دزدیدن افکارش به وجود میاد. به این کار میگن استخراج. آقای سایتو، ما میتونیم ناخودآگاه شما رو طوری تربیت کنیم که حتی در برابر ماهرترین استخراجگرها هم مقاومت کنه. چطور این کار ممکنه؟ ماهرترین استخراجگر خود منم. میدونم چطور باید ذهنتون رو زیر رو کنم و اسرارتون رو پیدا کنم. تمام حقوقا رو بلدم و میتونم اونا رو به شما یاد بدم تا حتی در خواب توان دفاعیتون هرگز کم نشه. باید زیر و بم اندیشه‌های شما رو حتی بهتر از همسرتون، بهتر از روانپزشکتون، بهتر از هر کسی بشناسم. اگه این یک رویا باشه و شما گاف صندوقی پر از اسرار درش داشته باشید، من باید بدونم داخل اونها چیه. اگه میخواید تو این کار به نتیجه برسیم، باید بذارید من وارد ذهن شما بشم. راستی حتما پیج رو فالو کن که یه وقت فیلمای خفن بعدی رو از دست ندی. اسم فیلم‌ها رو تو کپشن نوشتم، هایلایت شاهکارها رو هم حتما یه نگاه بنداز.